در این درس قراره به این موضوع بپردازیم که چرا بعضی افراد مدام میان تو زندگیمون، یه مدت هستن، بعد که ما یک کوچولو بهشون وابسته میشیم، امیدوار میشیم، میرن. سلام و وقت بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه و روزهای خیلی خوبی رو در حال سپری کردن باشید. خوش اومدید به یکی از مهمترین درس‌های کانال یوتیوب میلاد کلوند. ما در قالب گروه آموزشی سواد تلاش میکنیم بر پایه پژوهش و علم مهارت‌های ارتباطی و شناخت رفتارهای انسان رو بررسی بکنیم و با هم مروری بر این دنیای جذاب زیبا داشته باشیم و بتونیم ارتباطات قشنگتری رو برای خودمون بسازیم. در این درس قراره به این موضوع بپردازیم که چرا بعضی افراد مدام میان تو زندگیمون، یه مدت هستن، بعد که ما یک کوچولو بهشون وابسته میشیم، امیدوار میشیم، میرن. بعد رفته، من دارم آروم آروم به نبودنش عادت میکنم، بعد یهو دوباره برمیگرده، محبت میکنه، دوباره امید ایجاد میکنه، حرفای خوشگل میزنه. بعد که دوباره دارم امیدوار میشم، دلم قرص میشه که هست، یه دفعه دوباره میره و این چرخه اونقدر میچرخه که منو دیوونه میکنه، منو دچار فرسودگی میکنه. تصور کن یه بچه 5 ساله‌ای هر روز صبح که از خواب پا میشی، عزیزترین آدمای زندگیت که باید بهت محبت بکنن نیستن. بعد تو نیاز داری، از خواب بیدار شدی، خواب بد ممکنه دیده باشی، ترسیدی، ولی نیست، کسی نیست و تو تنهایی و تو عزیزترین آدمای زندگی تو در مهمترین لحظات حساس زندگیت نداری. کسی نیست به تو محبت بکنه در جایی که باید. چه اتفاقی میفته؟ از اون به بعدم هر وقتی که نیاز به محبت و حضور آدمای مهم زندگی تو داری، مثلا تو اولین دیدارهای زندگیت، اولین سینماهایی که رفتی، اولین امتحانهایی که داشتی، اولین مسابقه ورزشی که داشتی، کسی نبوده که به تو محبت بکنه، تو رو ببینه. حالا آروم آروم وقتی داری بزرگ میشی یاد میگیری که به کسی تکیه نباید کرد و همه چی رو باید تنهایی و مستقل هندل بکنی، چون کسی نیست که تو رو ببینه و بهت محبت بکنه. حتی بعداً بزرگتر میشی، وارد یک دوستی هایی میشی، وارد روابط عاطفی میشی که اونجا هم باز کسی که به تو نزدیک شده بود به تو محبت نمیکرد، همون الگوی پدر مادرتو داشت روی تو پیاده میکرد، یا خواهر برادر بزرگترت، یا پیش هر کسی که زندگی میکردی. حالا دیگه تو آروم آروم واقعا داره باورت میشه که کسی قابل اعتماد نیست و تو فقط باید به خودت متکی باشی. والدین و آدمایی که با شما وارد رابطه یا دوستی میشن تنها دلایل به وجود اومدن سبک دلبستگی ناایمن نیستن. به این سبک‌های دلبستگی که اتفاق میفته میگیم ناایمن. تو یا نمیتونی به کسی تکیه کنی چون فکر میکنی یه روزی میره و هر چقدر بیشتر بهت محبت میکنه تو بیشتر فاصله میگیری چون باورت نمیشه، اعتماد نمیکنی، یا ترس از دست دادن داری، تا یه کوچولو فاصله میگیره میری میچسبی بهش و این میشه سبک دلبستگی اضطرابی تو. اون اجتنابی بود، این اضطرابیه. اون تا کسی بهش نزدیک میشه فاصله میگیره، این تا کسی فاصله میگیره میره میچسبه بهش. حالا تصور کن تو رفتی با کسی وارد یک رابطه عاطفی شدی که سبک دلبستگیش اجتنابیه و سبک دلبستگی تو اضطرابیه. حالا این میاد تو بهش محبت میکنی، فاصله میگیره. این که فاصله میگیره تو میترسی از دستش بدی، بیشتر نزدیک میشی. بیشتر که نزدیک میشی این بیشتر فاصله میگیره. بیشتر فاصله میگیره تو بیشتر میترسی و این چرخه اینقدر تکرار میشه که این شکاف مدام بزرگ و بزرگتر میشه تا جایی که هر دو طرف میبرن. اما این به این معنی نیست که آدمایی که سبک دلبستگیشون شبیه هم نیست نمیتونن با هم باشن. اتفاقا خوش به حال کسانی که میدونن این اجتنابیه، این اضطرابیه و اینقدر با هم خوبن دارن با هم هندلش میکنن. میگه ببین یه روزایی که من نیاز دارم یه کوچولو خلوت باشم بهت توضیح میدم. اینم میگه ببین یه روزایی که فکر کردم دارم اذیت میشم، فاصله گرفتی، بهت میگم مراقبم باش. اینم میگه تو هم مراقب من باش. آروم آروم دارن خودشونو آموزش میدن که بله هنوز آدمایی تو دنیا هستن که مطمئنن، هنوز افرادی وجود دارن که میشه بهشون اتکا کرد، هنوز آدمایی وجود دارن که میشه بهشون تکیه کرد. وقتی بچه بودیم بهمون گفتن خودت حلش کن، مرد که گریه نمیکنه، تو میتونی، تو قوی، پاشو. بابا این که چیزی نیست، این اتفاقی که افتاده چیزی نیست.
تو یاد میگیری که انگار همش باید قوی باشم، مستقل باشم، به خودم تکیه کنم. خب آروم آروم اجتنابی میشه سبک دلبستگیت. یا برعکس، تا کوچکترین اتفاقی افتاده چنان تنبیه بزرگی از تو کردن که تو میترسی طرد بشی. کوچکترین دعوایی که به وجود میاد همون الگوی کودکی در تو زنده میشه که احتمالاً این دعوا هم شبیه همونه و منو میخوان طرد بکنن. این اصلا اتفاق خوبی نیست. ما تا اینجای کار بیگناهیم، اما از اون جایی که دیگه ما نمیریم دنبال شناخت سبک دلبستگیمون و تلاش برای بهتر کردنش، خودمون مقصر میشیم. با این رفتارهای کوچیکی که ما مقصرش نبودیم در طول دوران زندگیمون، با دوستی هایی که ما مقصرش نبودیم و ما رو کوچیک کردن، تحقیر کردن، با توهین هایی که تو دبیرستان، تو روابط عاطفیمون، تو خانواده، تو جمع دوستا، تو فامیل بهمون شده، ما آروم آروم خودمون رو تحت تربیتی قرار دادیم که امروز بهش تبدیل شدیم. به این سادگی که من دارم توضیح میدم نیست، اما مثالهای زیادی میزنم تا شما متوجه بشید که کسی که یهو از وسط رابطه برمیداره میره، یکی از دلایلش میتونه سبکهای دلبستگی متفاوت ما آدما باشه. سبک دلبستگی متفاوت به اضافه ظرفیت پایین تحمل آدما که جلوتر بهش میپردازیم، خیلی وقتا میتونه باعث بشه آدما بدون اینکه شما خبر داشته باشید برای رابطه‌ای که هر دوتاتون توشید تصمیم بگیرن و باید خیلی مراقب باشید که اونم خیلی وقتا بیگناهه و نمیدونه داره چی کار میکنه. اگه آروم آروم کنار هم دیگه رفتارامون رو بسنجیم، گفتگو بکنیم، میشه به نتایج خوب رسید. و اگر تلاش کردیم، گفتگو کردیم و به نتیجه نرسید، اون وقته که باید یک تصمیم جدی بگیریم. آخه مگه شما فکر کردید ساختن یک ارتباط کار راحتیه؟ بذارید یک مثال براتون بزنم. یک ساختمون 10 طبقه رو چند سال طول میکشه بسازن؟ احتمالاً تو ایران خیلی. چقدر طول میکشه این ساختمون خراب بشه؟ خیلی کم. 2 روز، 3 روز، نهایتاً 1 هفته. درسته؟ روابط این شکلی هن. اعتماد این شکلیه. خیلی دیر و سخت میتونه ساخته بشه، اما آروم میتونه خراب بشه، سریع میتونه خراب بشه. ما باید باهوش باشیم، مراقب ارتباطاتمون باشیم. یک تحقیقات میدانی شهودی انجام شده بود. یک پرستاری میگفت که من با یک برهه‌ای از شغلش رو با افرادی سر و کار داشت که سالهای آخر عمرشون بود، حالا بیماری‌های خاص داشتن یا هرچی. میگفت من از این بیماران پرسیدم که حسرتشون قبل مرگ چیه. یکی از 5 حسرت اصلی این افراد این بود که کاش دوستی هامو حفظ کرده بودم. رابطه راحت ساخته نمیشه که راحت بخوایم از دستش بدیم. ما داریم آشنا میشیم، خودمون رو میشناسیم، مخاطبمون رو میشناسیم که تا دندون مسلح بشیم، تمام تلاشمون رو بکنیم که رابطه رو به سمت مسیر درستی هدایت کنیم. اما یه وقتایی نمیشه و از یه جایی به بعد صبر بیش از حد تو رو داغون میکنه. ما باید بدونیم از کجا تا کجا میتونم کمک کنم، حمایت کنم، تلاش کنم. از کجا به بعد تکرار اون اتفاقات داره روان منو تحت شعاع قرار میده. نکته مهمی که وجود داره اینه که تو وقتی میخوای یه نفر از چاه بکشی بیرون، خودت باید بیرون چاه باشی، نه که داخل چاه بیفتی باهاش. خیلی وقتا ما در مسیر کمک کردن به یه نفر دیگه، در تلاش برای ساخت یک ارتباط، با طرف میفتیم تو چاه. پس این نکته خیلی مهمیه که ما داریم میشناسیم که جلوتر بریم، محکمتر بنا و بنیاد ارتباط رو بذاریم، اما از یه جایی اگر نشد میتونیم براش تصمیم بگیریم. پس کودکی ما، ارتباطایی که تا حالا شکل گرفته، محیط ما، دوستان ما، روابط عاطفیمون، دانشگاه، فامیل، خیلی وقتا با ما کاری کردن که ما دلبسته های ناایمن هستیم. یعنی میترسم از دست بدم، یا باور نمی کنم دوستش دارم گفتناشو، دوست دارم گفتناشو. خب اینا چالش های مهمیه که منو در بلند مدت و اونو در بلند مدت خیلی اذیت میکنه، اما تنها دلیل نیست. دلیل دومی که باعث میشه آدما از زندگیمون یهو برن، اجتناب از تعارضه. شاید براتون جالب باشه که خیلیا چون میترسن گفتگو بکنن فرار میکنن. بذارید اجتناب از تعارض رو با یک سوال براتون توضیح بدم.
تصور کنید 10 نفر با هم سردرد میگیرن. آیا همشون به یک روش درمان میشن؟ آیا همشون مسکن میخورن؟ نه. یه نفر میگه من بخوابم خوب میشم. یه نفر میگه بابا چیزی که نیست خودش خوب میشه. یه نفر سری مسکن میخوره. یه نفر میره درمونگاه خودشو بستری میکنه. یه نفر از سردردش فرار میکنه به سمت اینستاگرام، به سمت تلویزیون، به سمت دوستانش، به سمت الکل، مخدر، سیگار، هر چیزی. پس ما برای 10 نفر 10 مدل روش بهتر شدن سردرد داریم. حالا تصور کنید آیا حجم تحمل آدما، حجم ظرفیت روانی آدما در مقابل با چالش‌های روانی گفتگو و ارتباط یکیه؟ این همون سردرده است که هر کسی به یک اندازه میتونه تحملش کنه. یه نفر تو دوران سردردش مثلا یک هفته هم اگه سردرد داشته باشه یا یک هفته هم دل درد داشته باشه میگه خب تحمل میکنم ببینیم چی میشه. خیلی وقتا خوب میشه، خیلی وقتا مجبور دکتر بره. اما یه نفر با 1 ساعت سردرد میره بستری میشه، میره خودشو به دکتر نشون میده. نمیگم کدوم درسته کدوم غلطه، هر کدوم در زاویه خودش درسته. در موضوع ادراک به زودی بهش میپردازیم که همه دارن از زاویه نگاه خودشون دنیا رو میبینن. من نمیتونم بگم تو درست میگی، تو نمیتونی بگی تو درست نمیگی. همه دارن از نظر خودشون درست میگن. ما میخوایم آشنا بشیم که ظرفیت روانی آدما برای مقابله با تعارض نابرابره. یه نفر که هی میاد هی میره، خیلی وقتا یه جایی به نتیجه رسیدی که آقا این رابطه برای من آینده نداره، اما میترسه با شما در میون بذاره، میترسه با شما گفتگو بکنه. چی کار میکنه؟ آروم آروم فاصله میگیره و رابطه رو کم رنگ میکنه. اجتناب از تعارض خیلی وقتا دلیل دور گرفتن آدم هاست. خیلی تلخه اما خیلی وقتا رابطه تموم شده، این آدمه فقط نمیتونه به زبون بیاره. پس چند تا روش رایج وجود داره که آدما این حرفای ناگفته‌شون رو نشون میدن. کمتر پیام میدن، کمتر زنگ میزنن، خیلی دیرتر از قبل جواب میدن، کمتر قرار ملاقات میذارن، بیشتر بهونه میارن، خودشونو بیشتر شلوغ میکنن، زمانشون رو کم بیشتر از این که به شما بدن به کارهای دیگه شون میدن. قبلا صبح تا شب پیش من بودا، الان میگه صبح تا شب خستم، کار دارم، دوستام دعوتم کردن، سایتم شلوغ شده، کتاب میخونم، فیلم میبینم، بهونه‌های مختلف و زیاد. اینا چند روش رایج اون حرفهای ناگفته‌ایه که تلاش میکنن باهاش به شما نشون بدن که این رابطه رو یا نمیخوان یا نمیتونن تحمل کنن یا سختشونه یا میخوان جدا بشن. و ای کاش ما اینقدری باهوش باشیم که وقتی نشونه ها رو میبینیم 1-2 تا سوال بپرسیم، سوال شفاف. ببین من متوجه شدم تو رفتارت تغییر کرده، اما داری یه جوری به من نشون میدی که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بیا در مورد رابطمون صادقانه و بالغانه تصمیم بگیریم. من نمیترسم از تموم شدنش، فقط بیا با هم شفاف تمومش کنیم. چقدر قشنگ میشه به جای اینکه یه دفعه بره بهتون میگه و میره و حالا تکلیف مشخص میشه و شما دچار اثر زایگارنیک نمیشید. حالا جلوتر بهتون میگم اثر زایگارنیک چیه. بلا تکلیفی آدمو خیلی اذیت میکنه. اگر نشونه ها رو دارید میبینید مراقب باشید، گفتگو کنید، سوال بپرسید. چرا نه؟ بگید متوجه شدم که یک کوچولو رفتارت این روزا تغییر کرده، بیا در موردش صحبت کنیم. چرا اینجوری شدی؟ چرا جواب نمیدی؟ چرا پیام نمیدی؟ خب جواب سوال چرا بهونه‌ای بیش نیست. باهوش باشید، سوال خوب توضیح دار بپرسید که بشینه بهتون توضیح بده چرا اینطوری شده. واقعا این فرارها راه بردن، راهکارن، گرچه ناسالم، اما برای کسی که هیچ نایی برای گفتن حرفاش نداره بالاخره یه مدل راهکاره. شما بدونید که وقتی این رفتارها داره تکرار میشه، راهکار این فرد برای خروج از رابطه شده. اینا راهکارن ولی ناسالم. این راهکارهای ناسالم آدم‌ها از کجا یاد میگیرن؟ 1. بازم خانواده. زمانی که تا تقی به توقی میخورده، یه چالش عظیم، یه دعوای بزرگی راه میافتاده تو خونهشون، اینا یاد گرفتن که آقا اگه بخوام با کسی جر و بحث کنم نتیجهش میشه همون، پس بهتره چیزی نگم که جر و بحثی به وجود نیاد. دلیل دومی که آدم‌ها از این رفتارها انجام میدن ترس از ناراحت کردن بقیه است. شاید براتون عجیب باشه اما واقعیه که
خیلی ها میترسن بقیه رو ناراحت کنن. میگه پس برای اینکه ناراحتش نکنم میرم. خب عزیز من، تو که بدتر داری داغونش میکنی. اما اون در خیال خودش میگه که این رفتن بهتر از اینه که مستقیم ناراحتش کنم. شما ترجیح میدید واقعا یه خبر تلخ رو بشنوید یا یه عالمه در بلا تکلیفی و اما و اگر بمونید؟ من که ترجیح میدم اگر قراره 6 ماه دیگه خبر تلخ رو بشنوم و بازی داده بشم تا اون موقع، همین الان بهم بگه آقا نمیخوام و بفهمم تا 6 ماه دیگه خودم رو ریکاوری بکنم. دلیل سوم ناتوانی در تنظیم هیجان. زمانی که ما یک گفتگوی جنجالی میخوایم داشته باشیم یا در کل موقعیتایی که مغز میره تو استرس، گفتگوهای استرس‌زا، نه تنها خود مغز بلکه ساختار کل بدن در اثر استرس و اضطراب شدید تغییر میکنه. آدما توان تنظیم هیجانشون نابرابره. یعنی همه مثل هم نمیتونن با یک اضطراب و استرس وارد رفتار بکنن و برخورد بکنن. خیلیا زمان استرس و اضطراب فرار رو برقرار ترجیح میدن. پس خیلی وقتا آدما که تو زندگیتون یهو ناپدید میشن، دلیلش میتونه اجتناب از تعارض باشه به دلیل استرسی که دارن و ناتوانی در تنظیم هیجانشون. یعنی خیلی وقتا طرف سبک دلبستگیش به کنار از این که بخواد جنجال و جر و بحث داشته باشه هم خوشش نمیاد، میترسه. چون قبلا تو خانواده‌اش اینجوری بوده، تا تعقیب توقی میخورده جنجال میشده، مجبور میشده جدا بشه. حالا مراقبت میکنه که این اتفاق نیفته و فکر میکنه این راهکار سالمیه. راهکار ناسالمیه، ولی برای اون موقتی کار میکنه. در بحث اضطراب اجتماعی یه موضوعی داریم که میگه اگر تو از یه چیزی اضطراب میگیری، ازش فرار میکنی، به طور موقتی اضطرابت خوب میشه، موقتی. اما سیری بعد که با اون موقعیت یا شبیهش مواجه میشی، اضطرابت یکم بیشتر هم شده. حالا آروم آروم شبیه یک گلوله برفی که از نوک قله میاد پایین، تا میاد پایین با خودش برف جمع میکنه، یهو به یک گلوله عظیم تبدیل میشه. فرار از موقعیت ها استرس و اضطراب اون فرد رو بیشتر میکنه، ولی در اون لحظه راهکار دیگه ای نمیبینه براش. حالا تصور کنید اگر شما فضای امن برای یک آدم ایجاد بکنیم که جر و بحثامون شکلی جر و بحث همه نباشه، مؤدبانه بگیم ببین ناراحتم، یا بشیم یکم گفتگو بکنیم. این دیگه اسمش جر و بحث نیست تو ذهن اون، داری ساختار رفتارش رو تغییر میدی. با یک کوچولو گفتگو کردن. چرا من اینقدر فن بیان رو دوست دارم؟ چون که تو میتونی با یک کوچولو گفتگو کردن تغییر مدل گفتگوت واقعا تأثیر بزرگی رو اون آدمه بذاری. هم برای خودت حفظش کنی، هم اون آدم مطمئن تری بشه، هم به تو بیشتر اعتماد بکنه. البته همه اینا مشروط بر اینه که واقعا اون رابطه رو بخواد. چون ما گفتیم خیلی وقتا رابطه در ذهنش تموم شده، فقط نمیدونه چطوری به شما بگه، فرار میکنه از رابطه. دلیل چهارم باورهای ناکارآمد در مورد تعارض. خیلی از آدما فکر میکنن رابطه سالم یعنی رابطه‌ای که دعوا توش نیست. خیلی‌ها فکر میکنن رابطه سالم یعنی رابطه‌ای که تعارض نداره. خیلی‌ها فکر میکنن تعارض یعنی تموم شدن رابطه. چون خیلی از دوستیاشون با یه قهر تموم شده. چون وقتی بچه بودن تا یک خطایی کردن بهش گفتن که تو دیگه به درد نمیخوری، میدیم گرگ بخورتت. همین جمله شوخی و طنزی که تو کودکی بهمون میگفتن باورمون میشد. ما چه میدونستیم گرگ واقعا وجود نداره تو شهر؟ ما چه میدونستیم که چرا منو باید بندازن جلوی گرگ؟ من چه میدونم که مادرم عاشق منو حاضر نیست به گرگ بده. ولی اون لحظه برای اینکه منو کنترل کنه، منو آروم کنه، از این ترفندها استفاده میکرده. حالا من به روزی افتادم که فکر میکنم کوچکترین تعارضی یعنی دعوا. برای فرار از دعوا ترجیح میدم کلا چیزی نگم، سکوت کنم و یا آرام آرام کمرنگ بشم. در حالی که اگه من از این چیزی ناراضیم امروز بیام به زبون بیارم، بالاخره طرف مقابلم یا دعوا میکنیم با هم. خب بالاخره دعوا اصلا خیلی خوشگله اگر بلد باشیم دعوا بکنیم، چون خروجی دعوا یه نتیجه‌ای داره.
اما وقتی تنشی وجود نداره و همش گل و بلبله، شما شناختتون از هم اونقدری نمیشه که وقتی 2 بار 3 بار با هم استکاک داشته باشید. نمیگم دعوا خوبه ها، خیلی هستن که بلدن بدون دعوا رابطه‌شون رو مدیریت بکنن، اما طبیعیه که به وجود بیاد، طبیعیه که تنش باشه، طبیعیه که تعارض وجود داشته باشه. ما باید حل تعارض رو یاد بگیریم. موضوع اینه که رابطه‌ای که هیچ دعوا و تنشی توش نیست و هر روز گل و بلبله، یه جای کار شاید داره میلنگه. شاید اینا حواسشون یه جا دیگه است که هیچ استکاکی با هم ندارن. تو یه دونه سشوارم که میخری در طول ماه تا باهاش عادت کنی، باهاش کار کنی، 3-4 باری باهاش استکاک داری، 3-4 بار میزنیش تو دیوار. یه موبایل که میخری تا 6 ماه بهش عادت نمیکنی. چطور ممکنه 2 تا آدم، 2 تا انسان که هر کدوم یه دنیای عظیم خودش بخوان با هم توی یک ارتباط و رابطه باشن و با هم تنش نداشته باشن؟ خب تقریبا غیر ممکنه. که زمانی که گفتگوهای چالشی، مخصوصا زمانی که میخوایم در مورد رابطمون، ارتباطمون، همکاریمون، دوستیمون تصمیم بگیریم، خیلی خوب مدیریت بشه اضطراب و استرسمون و به سمتی ببریمش که به نفع جفتمونه. اما این تنها دلایلی نیست که آدما روابط ما رو ترک میکنن بیخبر، میان و میرن همش. سبک دلبستگی رو گفتیم، اجتناب از تعارض هم گفتیم، اما آیا دلایل دیگه‌ای وجود نداره؟ چرا؟ 10 ها دلیل دیگه وجود داره. مثلا اینکه یک جایگزین خیلی خوب پیدا کرده، گزینه‌های دیگه آپشناشون خیلی بیشتره. مثلا اینکه عدم آمادگی کافی برای تعهد در اون فرد بود، یعنی آماده نیست، نمیتونه، الان تو موقعیتی نیست که با تو وارد رابطه بشه. اولش اشتباه تخمین زده میتونه، تا اینجا اومده دیگه نمیتونه، فهمیده که نمیتونه، دمش هم گرم که فهمیده ها، ولی کاش بهمون بگه که فهمیده و نمیتونه. 3. ناسازگاری ارزش ها. تا اینجا با تو اومده، حالا متوجه شده که سبک زندگیامون، ارزشامون به هم نمیخونه، با هم خیلی فرق میکنه دنیامون. منتها اینا خیلی قشنگه ها، منتها کاش زمانی که به این نتایج میرسیم بیایم به همدیگه بگیم، شفاف به همدیگه بگیم بابا به خدا طرف باهات دعوا بکنه، قهر بکنه، فوشت بده، بلاکت بکنه، خیلی با شرافت تر از اینه که بذاری بری بی خبر، یه آدم و مدت‌ها تو ابهام و سوالات خودش نگه داری. چه اتفاقی افتاد؟ من خطایی کردم، من ناکافی بودم، و تو نمیدونی با این رفتارت چه بلایی رو سر اون آدم و روابط بعدیش میاری. دیگه به راحتی نمیتونه به هیچ کس اعتماد بکنه، داغون میشه تا مدتی که اگه بچه‌ی باهوشی باشه، آدم کارآمد و ذهن خلاقی باشه برای خودش، اگه اهل توسعه فردی باشه، میره آموزش میبینه، میره خودش رو تقویت میکنه، ریکاوری میکنه. اما واقعا چند درصد آدم و اهل آموزشن؟ چند درصد بعد از چنین اتفاقی میان به این سوالها پاسخ بدن که دقیقاً دلیل این اتفاقات چی بود؟ ریشه چی بود؟ چند درصد من مقصر بودم؟ خیلی ها 100% خودشون رو تا سالها مقصر میدونن. اون وقت تو چطور میتونی یه آدم رو با این حجم از فکر بدون پاسخ رها بکنی؟ گرچه دلایل خیلی زیادی وجود داره برای چنین اتفاقهایی، اما جان گاتمن میگه عدم گفتگوهای شفاف و سالم، گفتگوهای اضطرابی، همون گفتگوهایی که تنش و چالش دارن، یکی از مهمترین دلایلیه که روابط رو به سمت پایان هدایت میکنه. اگر این اتفاق مزمن بشه، ببین یه وقتی هست که تو ناراحتی، به زبون نمیاری، سکوت میکنی. چرا؟ چون طرفت هم حالش خوب نیست. اما اگر مدام این اتفاق داره میفته و مدام شما تو خودسانسوری هستین، گفتگو نمی کنین، جنجال نمیذارید به وجود بیاد، همش سرپوش روش میذارید، این سرپوش ها یه روزی سرازیر میشن، یه روزی فوران میکنن و رابطه رو در خودشون غرق میکنن. هر تحول از یک ارتباط شروع میشه، ارتباط آغاز هر تحوله و گفتگو آغاز هر ارتباط، گفتگو سازنده هر ارتباطه. خیلی باید مراقب گفتگوهامون باشیم. خب آقای کلوند، ما تقریبا 1-2 تا از دلایل مهمی که آدما میان و میرن رو متوجه شدیم. حالا
ما چرا اینقدر منتظر میمونیم؟ من که میدونم اون هی میاد هی میره هی میاد هی میره، من چرا منتظر میمونم؟ اولین دلیل سیستم تقویت متناوب intermittent reinforcement میگه که ببین من میام یک پک غذا به تو میدم و میگم اینو تا 1 ماه آینده مصرف کن. حالا در طول این مدت دیگه غذایی بهت نمیدم، تو مجبوری یه پک غذایی که بهت دادم و یه جوری تقسیم کنی که تا سر ماه برسونی. تقویت متناوب این شکلیه، یه نفر میاد 2-3 روز محبت میکنه بعد میره، تو مجبوری اون محبت رو تقسیم کنی در طول ماه مصرفش کنی. تقویت متناوب آسیبزاست، افتضاح، داغون میکنه، اما انسان و مغزش رو وابسته میکنه. نقطه دردناکش اینجاست که به نظر همه چی غیر طبیعی ها، ولی مغز من وابستش میشه، منتظرش میمونه. تقویت متناوب اینه که باعث میشه من منتظر وعده بعدی محبت باقی بمونم و منتظر میمونم که هی بیاد هی بره هی بیاد هی بره. کجا چرخ قطع میشه؟ زمانی که تصمیم بگیرم دیگه نمیخوام این سیستم تقویت متناوب رو. دلیل دومی که ما آدما منتظر میمونیم هی بیان و هی برن بقیه اینه که یک خطای شناختی تو مغزمونه به اسم خطای هزینه از دست رفته. چند وقت پیش یه دونه از این بسته های کشک آماده با طعم پیاز جعفری خریدم، خیلی ذوق داشتم براش، خیلی گفتم دوست دارم و خوشمزه است و اینا، یه مبلغی هم پولش بود و دادم، حالا مثلا 100 تومان. یه دونه ازش خوردم دیدم اصلا اون چیزی نیست که میخواستم، اصلا اون چیزی نبود که میخواست، فکر نمیکردم این مزه‌ای باشه. اما حقیقت تلخ اینه که چون پولشو داده بودم تا تهشو خوردم. بدمزه بودا، دوستش نداشتم ولی من براش هزینه کرده بودم. این میشه خطای هزینه از دست رفته. رفتم سینما بلیت خریدم، یه رو به اول فیلمو که دیدم فهمیدم آشغاله، دوستش ندارم این فیلم رو، ولی چون بلیت خریدم تا تهشو میشینم میبینم، تهشم مطمئن تر میشم که دوستش نداشتم، اما نشستم دیدم. خطای هزینه از دست رفته میگه من 6 ماه تو این رابطه بودم، حالا ولش بکنم؟ آقا نمیخوادت، 6 ماه وقت گذاشتم. یا من امروز رفتم موهامو کوتاه کردم، 1 سال و 6 ماه بود که نرفته بودم. خطای هزینه از دست رفته به من چی میگفت؟ میگفت ببین اگه کوتاش کنی 1 سال و 6 ماه دیگه باید بمونی که بلند بشه. البته خب اونقدر کوتاش نکردم، 5 سانت کوتاش کردم. این خطای هزینه از دست رفته است. زمانی که صرف رابطه میکنید باعث میشه بیشتر بهش بچسبید. دلیل سوم اثر زایگارنیک. یک روانشناس روسی به نام بلوما زایگارنیک اومد یک تحقیق انجام داد، به این نتیجه رسید که اون گارسونایی که پول کامل مشتری رو گرفته بودن جزئیات صورت حساب از یادشون میرفت، اما اونایی که هنوز حساب نکرده بودن جزئیات صورت حساب تو ذهنشون میموند. پرونده های باز فعالترن. من نمیدونم ته این عشق چی میشه، من نفهمیدم رفت نرفت دلیلش چی بود دقیقاً. این پرونده تو ذهن من بازه و قوی تره، پرونده های باز قوی ترن و من هی منتظرش میمونم. این یک خطاست، من منتظر پرونده های باز میمونم. خیلی وقتا یک سریال رو وقتی شروع میکنین ذهنتون خیلی بیشتر از اون شغل اصلیتون درگیرشه، چون پرونده بازه، پرونده های باز قوی ترن. و دلیل چهارمی که ما منتظر میمونیم اضطراب دلبستگیه. همون ترس از دست دادن بود، یعنی یه نفر که فاصله میگیره ما بیشتر میچسبیم بهش، من بیشتر سعی میکنم حفظش کنم. با خودم میگم اگه یه روز برگرده چی؟ اگه من خطا کرده باشم چی؟ اگه بتونم درستش کنم چی؟ اگه بتونم جبران. آقا طرف رفته ازدواج کرده، میگه اگه طلاقش داد برگشت چی؟ اضطراب دلبستگی. یعنی تو مطمئنی نیست، اما دلت و مغزت باورشون نمیشه که نیست، هی منتظری که
یه اتفاقی بیفته که برگرده، یه معجزه اتفاق بیفته که برگرده. تو حداقل این پرونده رو ببند برای خودت، اگه برگشت دوباره صحبت میکنیم راجبش. اما اینقدر منتظر موندن، خیلی ها فرصت‌های عالی‌تر زندگیشون در شغل، رابطه، همه چی رو از دست میدن. مهاجرت، به خاطر اینکه یه نفر رفته که هنوز معلوم نیست رفته یا نرفته، بیخبر رفته، منتظر برگرده و تو داری زندگیتو میدی پای چیزی که معلوم نیست. حالا ما چی کار باید بکنیم؟ یک، مینینگ یا منظور رسانی. یکی از مهمترین سرفصل‌های دوره آناتومی فن بیان من همین مینینگ یا منظور رسانیه. آقا ما چرا نمیتونیم شفاف گفتگو بکنیم؟ چرا منظور مخاطبمو نمیفهمم اما بهش نمیگم که نفهمیدم؟ چرا وقتی یک حرف مهمی رو میخوام بزنم آخرش یه سوال نمیپرسم که سوالی نداری؟ منظورمو متوجه شدی؟ تونستم درست منظورمو برسونم؟ مینینگ میگه زمانی که چیزی شفاف نیست شفافش کن، سوال بپرس، گفتگو بکن. گفتگو روابط رو میتونه نجات بده، زندگی ها رو میتونه نجات بده، به شرطی که ما هم بخوایم که زندگی ها رو نجات بدیم. پس راهکار اول اینه که سوال بپرسید. دلیل رفتار دقیقاً چیه؟ این شواهد دارن نشون میدن که تو رابطمون رو انگار دیگه نمیخوای. درست فهمیدم؟ میشه بیای شفافش کنیم با هم؟ میشه بیای با هم دیگه براش تصمیم بگیریم؟ این بلا تکلیفی منو اذیت میکنه. منظورت از این رفتارها چیه؟ آقا بشینین گفتگو کنین، مینینگ کنین، منظور رسانی بکنین. راهکار دوم، به حرفای مخاطبتون بعد از یه مدتی دیگه فقط دقت نکنید بلکه رفتارهاش رو هم زیر نظر بگیرید. اگه هی میاد هی میره تو اون بازه‌ای که میاد یه عالم قربون صدقتون میره و عاشقانه باتون رفتار میکنه، معنیش این نیست که واقعا دوستتون داره. رفتارهاشو نگاه بکنین. 2 ساله ماهی 2 روز میاد محبت میکنه بعد میره. چراشو دیگه خودتون باید تشخیص بدید. اما رفتار بلند مدت رو در نظر بگیرید. اگه حاضر نیست متعهد بمونه به شما، اگه هی میاد هی میره، خب حالا نباید یه سوال بپرسید که منظورت از این رابطه چیه؟ منظورت از این رفتارها چیه؟ پس راهکار دوم اینه که به فرایند نگاه بکنید، به پروسه نگاه بکنید. رابطه پروژه نیست، روابط پروژه نیستن، دوستی ها پروژه نیستن، پروسه هستن، ادامه دارن. راهکار سوم، تو تله ایثار گیر نکنید. یعنی فکر نکنید که من حتما باید رابطمو نجات بدم. تو تا یه جایی میتونی جون بذاری رابطت رو نجات بدی. تو تا یه جایی میتونی تلاش بکنی، تا جایی که بالای چاه ایستادی و میتونی یه نفر رو بیرون بکشی. اما اگه با کله بیفتی تو چاه چی؟ آیا بازم کسی تو رو میخواد؟ حالا کی خودتو بیرون بکشه؟ پس تو تله ایثار نیفتین. یه وقت من یک عزیزی رو داشتم، دوستم بود و خب مدت زمان زیادی رو صرف نجات دادن این آدم کردم. آخرش یه شب بیخبر یه عالم از وسایل مهم منم دستش بود، ورداش از کشور رفت. بعد که بهش پیام دادم به اسم یه نفر دیگه که مثلا خودش نبود منو پیام داد، تهدید کرد به مرگ، به قتل. تو تله ایثار افتاده بودم. هی میدیدم این آدم نمیخواد، نجات پیدا نمیکنه، خودش هم تلاشی نمیکنه، اما گیر کرده بودم. هی جلو رفتم، آخرش به روزی افتادم که واقعا داشتم داغون میشدم و دوستم داوود برگشت، با هم حلش کردیم. حالا به چه سختی. میخوام بهتون بگم که موضوع این شکلیه. تو تله ایثار نیفتید. هر چیزی حدی داره. حد و مرز مشخص بکنید. و راهکار آخر اینه که شما حد و مرزاتون رو مشخص کنید. با خودتون بگید ببین من به تو ذهن خودم به تو 5 بار فرصت میدم که بیای و بریم. اگه بعد 5 بار بهونه‌هات تموم شد، موندی و با هم درستش کردیم که هیچی. اگه نموندی اون وقت من با تو رفتارمو تغییر میدم، من تصمیم میگیرم. 2، مشخص کنید که اگر این آدم یه روزی کلن نباشه زندگی شما چه شکلی میشه. اصلا زندگی شما زمانی که این نبود چه شکلی بود.
دنیا که تموم نمیشه، درسته؟ پس نیازی نیست اینقدر بچسبم به کسی که تلاشی نمیکنه و هی فرصت میدم هی بر نمیگرده. و راهکار سوم، آینده خودم، رشد خودم چی میشه؟ 2 سال دیگه همین آدم به من نمیگه که تو لایق بودن من نبودی. چرا؟ من لایق بودم. این آدم کاری کرد، زمین خوردم، خودم رو بلند نکردم. الان درست میگه، الان دیگه اون آدم لایق نیستم، چون خودم رو ور نداشتم بتکونم، خودم رو درست بکنم. این هم یه موضوع خیلی مهمه که بالاخره باید شما حد و مرزهای خودتون رو داشته باشید و مشخص کنید. اگر همه روش ها رو تست کردید، فرصت دادید، موندید، زمان دادید، تلاش کردید و درست نشد، حالا دیگه شما باید تصمیم بگیرید برای رابطتون، برای زندگیتون، برای آرامش روانتون، برای گزینه‌های ایدئال بسیار زیادی که لایق شما هستن و لایقشون هستید. دوستتون دارم. خیلی ممنونم که در این درس مهم با من بودید. امیدوارم طوری زندگی کنید که بهش افتخار کنید و اگه هنوز بهش افتخار نمی کنید، شهامت برگشتن و دوباره ساختن رو داشته باشید. تا درس بعدی، خداحافظ. لطفا برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید که اگه مطلب بعدی رو گذاشتیم جز اول نفراتی باشید که میبینید.